خب سلام به همه. بعد از یه توقف چند ماهه 2-3 ماهه دوباره در خدمتتون هستم از این سری دیگه با اپیزود جدید که تقریبا میشه گفت فصل جدیدم شروع میشه. سعی میکنم تصویری در خدمت مهمونان باشم. چون تجهیزات کامل رو نداشتم اپیزود اول رو خودم نیستم، ولی تمام تلاشمو میکنم که اپیزودهای بعدی خودم هم بیام توی تصویر. توی این قسمت مهمان برنامه یه زوج هستن که تقریبا 5-6 ماه اومدن. روزبه و هلیای عزیز در خدمتتون هستم. سلام، خوبین؟ خیلی خوشحالیم که اینجا هستین شما و این فرصت به ما داده میشه که از تجربیاتمون به بقیه بگیم که شاید یه روزی یه کمکی باشه به همه هموطنان. سلام، خیلی خوش اومدین. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه. متشکرم ازتون. خب اول از همه بگید چند وقت اومدید و از چه تاریخی اومدید؟ ما حدوداً الان دیگه 6-7 ماه تقریباً که اومدیم و خب من تحصیلی بودم، روزبه جان همراه بودن که البته پروسه همین ویزای ما یه مقداری داستان داشت، حدوداً 2.5 سال طول کشید. 2 بار ریجکت شدیم. مقطع مستر مجدد بودم، من خودم مستر معماری داشتم ایران، اینجا برای مستر مدیریت پروژه اقدام کردم و خلاصه دیگه آفیسر قانع نمیشد تا ما بردیم کورت و بعد اونجا دوباره ما ستل شدیم و قاضی به ما رأی داد که اوکیه بود، همه چی اوکی بود. متاسفانه تا بخواد آفیسر دوباره بخواد پرونده ما رو مجدد ریویو کنه حدوداً 1 سال زمان بود که دوباره ما بردیم یک کورت دیگه مندموس، به خاطر تأخیر اعتراض دادیم و در نهایت تونستیم که ویزا رو بگیریم. دیگه اون موقع که اوپن ورک پرمیت اومده بود ولی شما میتونستید، ولی ویزا نداشتید که بله. اوکی، گرفتم. یه بک‌گراندی هم از ایرانتون بدید که چی کار میکردید، چند سال ازدواج کردید و چی کار میکردید، وضع زندگیتون اونجا چجوری بود که بعداً بتونیم با اینجا هم یه مقایسه بتونیم بکنیم دیگه. درست. من خودم به شخصه که حدوداً 12 سال سابقه کار داشتم تو ایران تو همین حوزه معماری، یعنی من از سال 90 که فارغ التحصیل شدم دیگه مشغول به کار بودم تا همین اواخری که اومدیم و بیشتر همون انواع پروژه ها، حالا شرکت‌های مشاور، پیمانکار، همه جوره کار می‌کردم. سالهای اخیر خب بخش مدیریت آتلیه معماری رو داشتم و بخش مثلا مدیر بهش میگم بی منیجر، بخش بی آی ام، حالا گروه طراحی که حالا جلوتر بریم راجعش بیشتر توضیح میدم. ما استارت ازدواجمون یعنی تقریبا با هم که تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم با تصمیم برای ویزامون یکی بود، یعنی با هم دیگه شروع زندگی مجدد قرار بود که بیایم اینجا شروع کنیم. یعنی 2.5-3 سال تقریبا. بله. اوکی. شما چی روز بجا؟ من توی بازار بودم و ما کار تولید رزین می‌کردیم و کار فروشش رو توی تهران من داشتم. خب خیلی اوضاع خوب بود. معمولا حالا ما همیشه با هلیا مرور می‌کنیم این داستان رو. معمولا یه بازه 7-8 سال 10 ساله آدم میذاره برای یه کاری و تازه میرسه به اونجایی که ثمره و میوه‌شو بچینه و کیفشو بکنه. اون موقع بود که ما تازه تصمیم گرفتیم که تو اوج خداحافظی کنیم و بیایم به سمت کانادا. در واقع با اینکه اوضاع خیلی خراب بود و اوضاع بد بود، اوضاع اقتصادی و اوضاع کار، ما خدا رو شکر یه مقدار بازارمون تازه جون گرفته بود، کار من یه مقدار خوب شده بود و به قول معروف یه جوری بود که با تلگوشی و با ماشین میرفتم سر میزدم و کارامو انجام میدادم. خیلی کارم سبک شده بود در این حال، ولی خب دیگه یه تصمیم گرفتیم دیگه و این باعث شد که به قول معروف همه چی رو بذاریم کنار و بیایم و از صفر شروع کنیم. هیچکس دوست نداره که از اسم بدش میشه آوارگی، اسم بدش یعنی جنبه منفی، یعنی شما وطنت باید بیای یه جایی که خب هیچکس شما رو به رسمیت اونجوری نمیشناسه که حالا یه هموطن خودشو و همه چی رو باید از صفر بسازی. حالا کلی برای خود دبدبه کبکبه تو ایران داری، دوستات هست همه روت حساب میکنن، بیا اینجا تازه باید بشی یک آدمی که انگاری یه بچه‌ای که تازه به دنیا میاد، یاد بگیری زبونشون و نحوه کارشون و فرهنگشون. دقیقاً همینطور. گفتی که از صفر شروع کنه. مثلا من خودم همیشه میگم اگه خیلی یا هیچ کسی رو ندارن یا حالا مثلا ته جیبشون خیلی پول نیستش، من خودم میگم من از صفر شروع نکردم، من از 10 شروع کردم، چون اینجا خیلی دوست و آشنا و فامیل و خواهر و برادر داشتم. شما چی از چند شروع کردید؟ واقعا از صفر شروع کردید یا نه؟ فکر میکنم که حرفی که میزنی خیلی درسته. ما هم یه جورایی از به قول شما 10 شروع کردیم. یعنی تازه اون طعم مهاجرت اصلی رو شاید ما نچشیدیم. خیلی هم مهاجرت میکنن میرن توی کشوری که هیچ کس رو ندارن، هیچ کس رو نمیشناسن و
اون فکر می‌کنم مهاجرت اونه در اصل. ما هم نه، من خواهرم اینجا بود قبل از ما و خب دغدغه یه سری چیزا رو نداشتیم. اینکه موقعی که میای توی کشور غریب و هیچ چیز رو نمیشناسی، همه چیز جدیده و حداقلش اینه که فکر این که حالا کجا برم و میخوام حالا شروع کنم، باید چه چیزایی به قول معروف به چه چیزایی میخوام فکر بکنم، از قبل اینا چیده شده بود و یکی هست که تو باهاش مشورت کنی کمک کنه. خیلی خوب بودیم. فکر می‌کنم یک آره یک کمکی خیلی بزرگه برای استارت. احتمالا شما اون اولش مثلا یه 2 هفته، یه ماه یا نهایتا 2 ماهی رفتید خونه خواهرت، اونجا بودید، سر فرصت با کمک اون گشتید، خونه پیدا کردید. دقیقاً همینجوری. من همین مسیر رفتم. خیلی تاثیر. حالا اینکه میگی این حتی با اینکه جفتمونم میگیم از 10 شروع کردیم، ولی من نظرم اینه از هر عددی شروع کنی، اون قسمت مغزت که ظرفیت سختی و داستان و اینا، در هر صورت اون مهاجرت لبریز میشه. اصلا مهم نیست با چقدر سخت، در هر صورت تو لبریز میشی. یعنی واقعا من خودم هیچ کاری اندازه مهاجرت به سختی مهاجرت عمرم نکردم، در حالی که خیلی کارا کردم. خب سختی زیاد کشیدم، ولی اصلا میگم مهاجرت واقعا یه چیزیه. تازه ما که از 10 شروع کردیم، اگه اینقدر سخته، پس ببین اونا که از 0 شروع میکنن یا منفی شروع میکنن چقدر سخت داره. ولی در هر صورت اون قسمت مغز یه کاسه است، یه ظرفیتی داره. برای من که بارها لبریز شده. هممون همینجوریم دقیقاً. البته برای ما حالا یه مقدار زوده شاید. حالا جالب اینه که میگن که معمولا ماهای اول مهاجرت خیلی سخته. خدا رو شکر تا امروز برای ما اینجوری نبود. یعنی من دقیقاً شما رو به همین خاطر انتخاب کردم که قوت قلب باشید، چون به خیلی‌ها بالاخره اینجا دوست و فامیل آشنام دارن، خیلی هم هیچ کس ندارن پا میشن میان. ولی در هر صورت الان جوی که هستش اینه که خیلی من خودم این سفر رو شروع کرده بودم، واقعا یه سال اول اونقدر مکافات و داستان داشتیم که فقط پالس منفی میدادم، میومدم بهم میگفتم، ولی خب واقعا اون موقع همه چی برام سیاه بود. ولی اینکه یه نفری بعد 6 ماه به یه آرامشی رسیده بزنیم به تخت راضیه، این خودش قوت قلبه. زبانتون چجوری بود وقتی که اومدی؟ شما که احتمالاً باید آیلتس 7 داشتی دیگه. نه 7 که نه، ولی 6 و نیم بوده. 6 و نیم داشتی. ولی خب 2 سال و نیم گذشته بود. واقعیت اینه که همونجوری که خودتون هم میدونی آیلتس اصلا سیستمش با مکالمه روزمره اصلا زمین تا آسمون فرق داره. یعنی همین الانش هم که من سر کار مثلا بچه‌ها میشینن جلسه‌ای هست و مثلا راجع به یه سری چیزایی حرف میزنن، بعضی وقتا من هنگ می‌کنم که الان این چی بود، مثلا یه اصطلاح خیلی عجیبی که خب همش اصطلاحه. ولی در کل من یکی از نکاتی که خیلی بهم کمک کرد که بتونم اینجا کار پیدا کنم زبان بود. که یعنی هر چقدرم که یعنی خودم انقدر تلاش می‌کردم که به یه جوری خودم رو بتونم پرزنت کنم، حداقل در حد تمرین مصاحبه. یعنی یه جوری خودم رو نشون بدم به اون طرفی که داره مصاحبه میکنه که من خیلی هم حرفه‌ای و خیلی ریلکس و همه چی عالی، زبانم هم همه چی تحت کنترله. اگر زبانم خوب نبود قطعاً خیلی سخت‌تر میشه. اصلا مهمترین فاکتور به نظر من زبان است، تخصصم حتی مهمتر. شما چه روز جان امتحان که نداده بودی احتمالاً؟ نه امتحان من که ندادم، چون که اصلا نیاز نبود برای من، چون من همراه بودم. ولی زبان من نه در حدی بود که بتونم به قول معروف گلیمو از آب بکشم بیرون. خیلی بالا نبود و نمره هیچ امتحان که اصلا ندادم. ولی فکر میکنم که اگر بخواد امتحانی هم گرفته بشه آکادمیک یا جنرال هم نمره بالایی هم نگیرم. حالا این هم شاید باز یه قوت قلب باشه برای خیلی‌ها که دغدغه زبان دارن، ولی من نه، زبانم در حدی بود که فقط بتونم به قول معروف اون کاری که میخوام انجام بدم رو بتونم انجام بدم. همین. متوجه شد. الان فقط حالا قبل از اینکه بریم تو مسیر شغلیتون، جفتتون توی محیط انگلیسی کار میکنید یا نه تلفیقیه یا نه فارسیه؟ من که کامل انگلیسیه. شما چطور؟ نه ما شرکتمون ایرانیه و بچه‌ها و دوستانم هم ایرانی. اوکی. ولی چیز جالب بگم، پریروز توی جلسه‌ای بودم که زبونش انگلیسی بودش، یه نفری که در کنارم نشسته بود که آدم موفقی هم هستش میدونم و در 12 سالم اینجا هستش، یه کلمه تو جلسه گفته بود، من سریع ترنسلیت رو درآوردم زدم، بعد دیدم اونم حتی این کارو کرد. یعنی این واقعا یه چیزی که اصلا دلیل نداره، چون وقتی اینجا کامیونیتی ایرانی بزرگ قویه، ناخواسته ما کششمون اینه که بریم سمت اونا، جذب میشیم. مثلا آهنربا دوست داریم بریم تو محیط ایرانی، بالاخره کالچر یکیه. خب بریم سمت اینکه اصل داستان دیگه، که چه جوری کار پیدا کردید؟ بعد از چند وقت این خونه رو گرفتید اینجا که الان هستید؟ ما تقریبا 2 ماه خونه خواهرم بودیم و از همینجا تشکر میکنیم ازشون. آره واقعا خیلی زحمت دادیم بهشون، خیلی سخته واقعا. و اینکه بعد از 2 ماه تقریبا خونمون رو گرفتیم و الان هم حدوداً
6 ماهی 5-6 ماهی هست. 5-6 ماهی اینجا هست. قیمت هم تقریبا همون قیمتی که همین میدن، یه خوابه توی یه برج که کاندو میشه. بله. 2500. خب کدومتون زودتر رفت سر کار؟ ما الیا رفت با فکر میکنم 2 هفته زودتر از من رفت الیا. البته من این کاری که تخصصی تر روزبه الان داره کار انجام، وگرنه از اول روزبه یکم کار اولیه یه دم دستی داشت که ما یعنی خیلی کمک کرد که ما حداقل اون سیوینگی که داشتیم و که از ایران آورده بودیم و خیلی ریز ریز ازش خرج کنیم. یعنی یه چیز خوبی. یعنی همون موقع که خونه خواهرت بودی کار جنرال پیدا کردی؟ من حالا یه چیز جالب بگم، ما به خاطر اینکه خواهرم اینا اینجا بودن و خودمون تو اون پروسه 2 سال که منتظر ویزا بودیم خیلی درگیر اخبار و خبرها و اتفاقات کانادا بودیم و یه جورایی انگار طی اون 2 سال هم ما اینجا زندگی کردیم. یعنی موقعی که ما اومدیم اینجا انگار یه آدمی بودی که 2 سال اینجاست در واقع، از همه چیز با خبره و خب این هم خودش کمک کرد. بودن خواهرم اینجا و پسر خواهرم هم اینجا بود، مشغول به کار بود و از اون ور من سپردم بهشون که من دارم میام، یه فکری بکنین، مثلا اگر کسی هست بگین که فلانی داره میاد. خب خدا رو شکر با یک دوست عزیزی هم آشنا شدیم ما اینجا و دورش هم ایران رفت. یعنی قبل از اینکه بیایم مثلا دوره های همین درایوال و یعنی ما شنیده بودیم که اینجا خب کاری که راحت تر پیدا میشه کار توی حوزه ساختمونه. خب پلنمون هم این بود. یعنی چون هلیا خودش معمار آرشیتکته و من خودم مهندس عمرانم، ولی هیچ وقت البته که خب 1-2-3 سالی تو این زمینه تو این فیلد کار کردم، ولی دیگه بعد خب به واسطه اون داستانایی که تو ایران هست آدم هیچ وقت سر جاش نیست. ولی دوست داشتیم وقتی میایم اینجا یه پلن بلند مدتمون همین باشه که تو این مسیر کانستراکشن و ساخت و ساز بریم جلو. خب به همین واسطه من اونجا هم یه سری دوره‌ها گذروندم که یک بک‌گراندی داشته باشم، این که اینجا میخوام بیام به قول معروف دست و پا بسته نباشم. خب این جالبه، چون من همیشه هر کسی میپرسه که دوره تو ایران برم یا نه میگم نرو. پس یه مثال نقص پیدا شد که دوره‌ای که تو ایران رفته به کارش اومد. اگر بگم به کارم اومد شاید دروغ باشه در واقع. به نظرم اعتماد به نفس یکم به آدم میده، چون خیلی فرق داره با ایران کارهایی که اینجا میکنن. قطعا همینجوره. شما انگار یه دیدگاهی فقط داری، یه به قول معروف یک منظره ای رو میبینی، باهاش آشنا میشی، بعد میای اینجا که اگر گفتن این چیه یا اون چیه یهو هنگ نکنی در همین حد. وگرنه اینکه خب قطعا گذروندن دوره ها اونجا و مدرک، این مدرک خیلی مهمه، چون همه میگن که من یه مدرکی بگیرم برم اونجا و نشون بدم که فلان مدرک رو دارم و اینجوری راحت‌تر کار پیدا میکنم. اصلا اینجوری نیست. حداقل تا اینجای کار که ما اومدیم اینجوری نیست. اصلا کاری ندارم که شما چه مدرکی داری و از کجا فارغ التحصیل شدی، با چه مدرکی اومدی. حالا حتی برای هلیا هم اتفاق افتاد جالب، حالا احتمالاً خودش میگه، زیاد مهم نیست، ولی اینکه آدم خودش دوست داشته باشه که یه دوره‌ای رو بگذرونه و یه بک‌گراندی از داستان داشته باشه قطعاً کمک میکنه. خب ما اومدیم و با یک دوستی هم آشنا شدیم، رفتیم تو کار رنوویت و اتفاقاً کار جنرال هم بود، کار رنوویت جنرال بود، همه چیز رو شامل میشد. خیلی کمک کرد بهمون توی 2-3 ماه اول و به قول معروف یه جوری بود که دست به سیوینگ حداقل نزنیم و اون قضیه رو پیش بردیم و بعد از تقریبا 2.5-3 ماه دیگه من وارد مسیر تخصصی تر شدم و وارد اچ‌وک شدم. خب اون کاری که میکردی تو 2 ماه اول چی بود و چقدر دریافتی داشتی تقریبا؟ ببینید کار رنوویت بود، از به قول معروف کفت فلور، از کار به قول درایوال بود، از اینکه تایلینگ بود، همه چیز. یعنی شما 0 تا 100 یک خونه رو می‌خواستن رنوویت بکنن، همه چیز بود. جالبه، من تقریبا شما 5مین نفری هستی که میبینم اومده و رفته تو کار غیر رسمی، آره کانستراکشن، چون ولی همشون هم حتما اون ور قضیه یه ایرانی بوده که بهشون کار داده دیگه. یعنی این قضیه که همه میگن تو کانادا نتورکینگ خیلی مهمه، اینکه شما بیای بتونی بری سر کار، اصلا به نظر من بهترین اتفاق ممکن. قطعاً بهترین اتفاقی که میتونه بیفته برای یه نفر اینه که زود کارش رو شروع کنه، چون که
حتی شما اگر بحث مالیش رو هم بذاریم کنار، مخصوصا بیشتر برای فکر میکنم آقایون، حالا زیاد توی خونه موندن آدم رو افسرده میکنه، اذیت میکنه. در کل این بحث نتورکینگ که گفتین خیلی به نظر من تاثیر داره توی، یعنی آدمایی که میرسن بهتره سعی کنن که برن، حالا اولش حداقل اگه زبانشون خوب نیست با ایرانی‌ها یکم کانکشن تو اینستاگرام، تو لینکدین، تو این سوشیال مدیا به راحتی آدم میتونه پیدا کنه. اینجا هم که همه دنبال اینن که خب یه دوستی داشته باشن، بالاخره سخت میشه اعتماد کرد ولی بازم میشه که یه جورایی همدیگر رو پیدا کرد. و این که من اینم تو پرانتز بگم، ما خودمونم توی مثلا تجربیاتمون که تو پیج حالا با بقیه به اشتراک میذاریم، من همیشه میگم که برای ما خیلی راحت تر پیش رفت برای اینکه ما به این قانون ورک پرمیت رسیدیم. یعنی اگر که من مجبور بودم دوباره درس بخونم و ایشون فقط تنهایی کار کنه، منم یه کار پارت تایم داشته باشم، باز خیلی سخت‌تر میگذشت و اون هزینه دانشگاه، خب همونجور که میدونین الان برای گرفتن یه همچین خونه شما باید حداقل 6 ماه تا 1 سال رو پیش بدید. یعنی ما هرچی سیوینگ داشتیم برای این خوشحال بودیم که روز به میرفت اوایل سر کار که ما میتونستیم اون خونه‌ای که می‌خوایم و حداقل با اون سیوینگی که داشتیم اجاره کنیم. چون این اگر دانشگاه می‌خواستم برم قطعا این سیوینگ باید نصف میشد دیگه، نصفش پول مثلا شهریه. یعنی مهاجرت به هر کس متفاوته دیگه، تجربه آدم‌ها. اینجا شما چند ماه پیش دادید؟ ما 6 ماه. 6 ماه. 1 سال بود که دیگه یکی از دوستان خیلی کمک کرد بهمون. کوساینر شد؟ بله، نه ریالیتورمون بود که خیلی کمک کردن و صحبت کردن. آدم خوبی بودن، یعنی خیلی کمک. و به 6 ماه شد، در واقع 6 ماه از ما گرفت. روز خوش شانسه. من خودم 12 ماه یه جا دادم اولش. سال اول. ما قبل از اینجا می‌خواستیم جاهای دیگه بگیریم، همه بلا استثنا 12 ماه. اینجا میگم گفت 12 ماه دیگه، ما خیلی خوش شانس. خب بعد رفتی سر یه کار تخصصی، گفتی اچ‌وک. میشه بگی چه جوری اصلا اون کارو پیدا کردی؟ ببینید من خب یک فاصله، چون اون کار پروژه‌ای بود، در واقع یک خونه ای رو که ما رنوویت می‌کردیم دیگه، دوباره 1 هفته 10 روز وای می‌سادیم تا یه پروژه بعدی شروع بشه. تو این حد فاصل خب این سری یه مقدار طول کشید. یادمه که مثلا تقریبا شد 2 هفته 3 هفته و هیچ اتفاقی نیفتاد. توی این فاصله هم ما توی 2-3 تا سایت، در واقع لینکدین بود و سایت ایرانی هم بود، فکر می‌کنم ایران جوان و ایندید بود. ایندید گفتم، برای ایندید و لینکدین بود، درست میگم؟ و اینکه آره تو اونجا رزومه دادیم. خب رزومه هم یه جوریه که البته اینو من از هلیا بیشتر یاد گرفتم، یعنی از پشت کاری که داشت، چون که رزومه دادن هم من فکر می‌کنم خودش یه شغله. اگر بخوایم اینجوری بهش نگاه بکنیم خیلی قشنگه. شما باید عملاً روزی 4-5 ساعت تایم بذاری بابت اینکه رزومه بدی، چون اینجا تقاضا زیاده و رقابت هم زیاده و شما باید وقت بذاری برای رزومه دادن. خب یه چند روزی ما در واقع رزومه دادیم و توی این فاصله هم با یکی از رزومه ها اوکی شد و ما آشنا شدیم با یکی دوستان عزیزمون. اونو از اینستا پیدا کردیم. اینستاگرام؟ توی اینستاگرام هم بازم این یه میتونه یه قوت قلبی باشه. من همینجوری که مثلا توی پیجا میگشتم و حالا همینجوری میدیدم، یه آگهی اومد که برای اچ‌وک تکنیشن مثلا استخدام داریم، که بعد اون آگهی رو برای روزبه فرستادم و روزبه زنگ زد بهشون. فکر می‌کنم اون چند وقت بعد زنگ زد. بله چند وقت بعد، تقریبا یه هفته بعدش تماس برقرار شد و خب اینم باز هم خوش شانسی ما بود که با یه دوست عزیزی آشنا بشیم که اتفاق خوبی بود برای من. فکر میکنم توی این تایم و توی این لحظه و توی مهاجرت اتفاق خوبی بود برای من. و خب وارد مسیر اچ‌وک شدیم و هیچ بک‌گراندی هم من از اچ‌وک نداشتم راستیتش، ولی فکر میکنم که یه اصلی رو من برای خودم در واقع گذاشتم، اونم اینه که این شاخه اون شاخه نکنم. من فکر میکنم این شاخه اون شاخه کردن خیلی آدم‌ها رو عقب میندازه و تصمیمم بر این بود که وارد یه شاخه‌ای بشم و ادامهش بدم و برم جلو. فقط یک تارگت بزرگمون این بود که
همون بحث کانستراکشن و پلن بهتون گفتم، در واقع اینجوری بود که توی حول محور کانستراکشن من میگشتم کارهایی که میخواستم بکنم. من یه چیزی اضافه کنم اینجا. ما یکی از نکاتی که خیلی خود من حس کنم به ما کمک کرد کلا تو پروسه مهاجرت این بود که ما از همون 2.5 سال که منتظر بودیم پلن داشتیم. یعنی اولا هر دوتامون میدونستیم که قرار سختی بکشیم، خبری از تو ماشینات با تلفن مشتری و پول در آوردن نیست، باید شاید کار حالا به اصطلاح کار فیزیکی خیلی آدم بخواد بکنه. من خودم مثلا میگم خب دیسک کمر داشتم مثلا دارم، همش به خودم میگفتم من باید مثلا ورزش کنم قوی بشم، اونجا شاید من مجبور شم 8 ساعت سر پا بایستم کار جنرال کنم. یعنی این اولا پس ذهن ما بود و دوم این که ما میگفتیم هر کاری کردیم میخوایم به یه هدفی برسیم اونجا. یعنی ما نمیریم که ببینیم حالا چی میشه، میخوایم که مثلا بریم تو حوزه ساخت و ساز اونجا، چون برای خودمون گفتیم که آقا کانادا در حال پیشرفت، مهاجر میگیره، به هر حال احتیاج به خونه داره، قطعا این یه زمینه‌ایه که توش آینده داره. منم که تجربه دارم، روزبه هم حالا کار اجرایی رو باز یه تجربه داشت و گفتیم یعنی پس ما قرار پلنمون این باشه، حالا هر کاری میکنیم موقته. یعنی این خیلی به ما انگیزه میداد که کارهای سخت اولیه رو بتونیم ازش عبور کنیم و تحملش کنیم. یعنی. حالا اینو که گفتی به نظر من شاید به جای اینکه بگی ما برنامه داشتیم باید بگی آمادگی و پذیرش رو داشتیم. بله. یعنی شاید تو بخوای این کارو کنی ولی تو طول مسیر بری بگی نشد، چون هیچ چیزی به نظرم مهمتر از این نیستش که کارو زودتر پیدا کنی و بری سر کار. الان شما به نظر من بزنین باز به تخته نهایت موفقیت رو به دست آورید که اینقدر زود تونستید دوتاتون برید سر کار. یعنی خیلی مهمه. جالبه که ما از طریق همین پلتفرم و پیجی که داریم هم خیلی از دوستان ایرانی رو تو همین تایم کوتاه دیدیم که برگشتن. آدمایی که با توجه به اون چیزی که ما دیدیم شاید اوضاع بدی هم نداشتن، اوضاعشون خیلی خوب بود و قطعاً اگر اومدن با یه چپ پر اومدن ولی تحمل نکردن و برگشتن. مهاجرت من فکر میکنم که نمیخوام بگم خیلی، حالا خیلی شاید یه قول ازش ساختن، نمیخوام بگم خیلی چیز قول بزرگیه، ولی فکر میکنم که آدم خودشو میخواد. اگر تو آدم مهاجرت باشی و بتونی اون همون آمادگی که شما میگین داشته باشی، اون دید رو داشته باشی و بپذیریش، قطعا حل میشه و خیلی آسون پیش میره اصلا اونجوری که فکرم نمیکنه آدم. آره دیگه، یه داونگرید و بعد آمادگیشو داشته باشی که دوباره بری از صفر شروع کنی با تجربه بیشتر ولی توانایی بدنی کمتر، با اینکه بالاخره یه رفاهی رو داشتی اینجا بعد اون رفاه بیای بی خیالش بشی دوباره پایینتر شروع کنی. کار سختیه دیگه. متاسفانه همین پرستیژ کاری واسه ما ایرانی‌ها خیلی مهمه. حالا دوباره هی بحث میشه. آدم که میاد کانادا چون اینجا چند ملیتیه بیشتر متوجه میشه که چقدر ایرانی‌ها واقعا با کلاسن. یعنی نحوه لباس پوشیدنشون، رفتار کردنشون، من توی شرکت میگم چون اکثرا از همه جا هست، چینی، هندی، نمیدونم نیتیو، وایت، فلان، همه ایرانی که میبینی آدم موجهیه. حالا بس من خیلی دیدم حالا از بقیه ملیت ها که واقعا آدم دوست نداره اصلا نگاش میکنه، یا مثلا میگم حالا همیشه ما بحث یا بوی مناسبی نمیدن یا میدونید چی میگم، یه وجهه خیلی بدی. ولی واقعا ایرانی‌ها، حالا ما که همه رو ندیدیم ولی تا الان هر کسی رو دیدیم خیلی آدمای موجه، خیلی آدمای درست حسابی و به نظرم خیلی پرچم ایران رو میبرم بالا توی بین بقیه کشورها. حالا گفتم اینم بگم. حالا یه نکته بگم که اگر تا 2-3 سال پیش اومده بودید کانادا؟ نه. من شاید مثلا خواهرت بپرسی بدونه که اصلا از یه زمانی به قبل کامیونیتی ایرانی‌ها به نظر من انقدر خوب نبود. من چون 2 بار قبلش اومده بودم قبل از این مهاجرت کنم و اینو میشنیدم، یعنی ایرانیای قدیمی‌تر، نمیخوام مثلا بگم بعدم، ولی ذهنیتشون خیلی متفاوته. از اونا مثلا میشنوی که آقا با ایرانی‌ها کار نکن، فاصله بگیر. یعنی این مثلا تجربه رو اونا فقط میگن آقا تا میتونی فاصله بگیر برو، ولی جدیدا رو میبینی اون فرهنگی که انگار تو ایران داشتیم آوردیم و غالب هم شدیم. یعنی الان اکثر ایرانی‌ها رو میبینی به نظر من آدمای خوبی ان، قابل اعتمادن، دنبال کلاهبرداری نیستن. البته این داستان هم بازم متاسفانه، حالا اینو به الیا همیشه میگم که این قدم از خوبی‌ها و خوشگلی‌های کانادا نگیم، که مقدارم از ضعف‌هاش و از نقطه ضعف‌هاش هم آدم بگه بد نیست. متاسفانه این داستان فقط برای ایرانی هست. این سختگیری‌ها، این مشکلات مهاجرت از
کشورهای دیگه میبینید خیلی راحت میان، اون اصلا اینقدر دغدغه ندارن. و شاید اصلا یکی از دلایل این که راحت میان منظور بحث ویزاشونه؟ قطعا برای اینکه مهاجرت میکنن، برای اینکه ورود میکنن به کشور ما خیلی هر راحت هندی ترن. که دیدیم با پی آر اومده. آره. یعنی من ندیدم هندی که مثل ما مثلا ورک پرمیت باشه. هر کسی من دیدم با پی آر خیلی راحت آیلتس 8.5. آره دیگه، با یه آیلتس بالا با یه مدرک دانشگاهی میره تو اکسپرس انتری و با پی آر. ولی خب امتیازات برای بالا. ایرانی‌ها اینجوری نیست متاسفانه. و اینکه با اون اقتصاد کشور شما تای باید بذاری، باید تمکن بذاری و انگار 2-3 سال منتظر بمونی و انگار بلا تکلیف آدم و نمیدونه باید تکلیفش کی مشخص میشه واقعا. حالا شاید یکی از دلایل و شاید مهمترین دلیلش این که ایرانی‌ها قشر خیلی خوب از نظر ما، قشر خیلی خوب جامعه، قشر فهمیده و درجه یک و شما هر جا توی یک محل و یک خیابون تورنتو داری میگردی و یه آدم حسابی تو اون منطقه هست، یه آدم بزرگ هست، یه برج‌ساز هست، یه حالا نمیدونم بیزینسمن خفن هست، قطعا اسم ایرانی‌ها رو توش میبینی. ایرانی‌ها جزء قشر خوب جامعه حداقل تورنتو هم تا اینجایی که ما دیدیم. و شاید یکی از دلایلش اینه که به سختی 1000 تا فیلتر رو رد میکنن تا برسن به تورنتو. خب اروپا اینجوری نیست، اروپا خیلی راحت‌تر میرن، ولی خب تورنتو و کانادا این سر دنیاه، خیلی کم سخت میگیرن براشون تا برسن اینجا. واقعا ما هم میگم تو شرکتمون اکثر ایرانی خیلی کمه. چند تا ایرانی که هست به جز من، یعنی من تنها تکنشینم، بعد بقیه‌شون همه مدیر پروژه، مدیرای ارشد، یعنی از اسماشون ما متوجه میشیم که این طرف ایرانیه. اکثرا واقعا آدمای سخت‌کوش و زرنگ و میدونین آره موفقن، یعنی سعی اصلا الکی وقتشون رو طرف نمی‌کنن، فقط میخوام برسن به یه جای درست حسابی. خب برگردیم سر مسیر شغلی روزبه. تو آگهی رو پس تو در از اینستاگرام دیدی، بعد یک هفته تماس گرفتی بدون اینکه اصلا هیچ سابقه کاری هم تو زمینه اچ‌وک داشته باشی، که حالا یه توضیح کوچیکم بده اچ‌وک اصلا یعنی چی. اون آقای ایرانی یا خانم ایرانی توجهش رو جلب کردی و رفتی برای مصاحبه، درسته؟ دقیقاً همینجوره. ما یک مصاحبه خیلی کوتاه و دوستانه با هم داشتیم و اینکه یه سری خب معیارا در واقع داشتم برای کار که فکر میکنم که با افتخار من داشتم اون چیزها رو که تونستم با هم دیگه هم مسیر بشیم و اون کار رو بگیرم و وارد مسیر اچ‌وک شدیم. اچ‌وک هم در واقع کار تهویه ساختمانه و کار گرما و سرما و در واقع اینا همه وظیفه کار اچ‌وک و بیشتر هم سرکارش با گازه. در واقع یکی از لایسنس هایی که اصلی ترین لایسنسی که میخواد گسه برای کار اچ‌وک. کاری نیست که همه کسی بتونه انجام بده، شما باید تجربهش رو داشته باشی، به قول معروف خاکش رو بخوری. شما کسی که کار درایوال میکنه نیازی نیست هیچ تجربه داشته باشه، 4 تا پیچه میگن اینو اینجوری بذار پیچ کن. کسی که کار فلور میکنه سر کارش با هاردوود و با لامینت و 2 تا 3 تا متریال داره و بهش میگن اینجوری میخ بزن، اینجوری بذار، اینجوری چسب کن و تمام. ولی خب اچ‌وک واقعا یک دنیاییه، یعنی اینقدر دیتیل داره که شما هر چی هی جلو میری میبینی که تموم نشده هنوز و جای یادگیری هست. خب ببینم الان شما با تقریبا دانش صفر و تجربه صفر به عنوان کارآموز رفتی تو یا نه؟ دقیقاً. من به عنوان ترینینگ و با حقوق ترینینگ وارد کار شدم و با مینیمم درآمد وارد شدم و کار سخت تقریبا 6 روز در هفته معمولاً. ما حتی شنبه هم اکثر مواقع سر کاریم و تایم هم نداریم حداقل معمولا، یعنی تایم نداریم منظورم این که تایم به خصوصی برای کار نیست. حداقل 8 ساعت و حد اکثر تا 14 ساعت هم فکر میکنم من کار کردم. نیازی به سرتیفیکیت شما نداشتی؟ فعلا نه نیازی نیست، ولی خب جلوتر که میریم قطعا آدم نیاز داره که بگیره. بله. یعنی الان تحت اون سرتیفیکیتی که اون مجموعه شرکت داره شما یه تکنسیانی؟ دقیقاً. من هم دورشو گذروندم، الان در واقع خیلی از چیزها رو یاد گرفتم و دارم یاد میگیرم. بحث مالی آدم کار میکنه، یه واقعیته، در واقع ما داریم کار میکنیم برای اینکه هزینه ها رو بتونیم پوشش بدیم و پول در بیاریم. ولی خب من خودم یه سری اعتقادات دارم که اینم خودش شامل حالشه. زیاد خودمو درگیر فعلا پول نمیکنم، یعنی برام مهم نیست که البته چون الان من به عنوان بکاپ هستم و اگه قطعا من کار نداشتم روزه براش پول مهمتر میشه. قطعا همینجوره. ولی خب آدم به واسطه اینکه یه سری آپشنا داره
حالا یه سری چیزها رو هم توی مسیرش به قول معروف جای میده. اونم اینه که من فعلا زیاد خودم درگیر این که حالا مثلا چقدر بشه بالا پایین و قیمتی نکردم، زیاد بیشتر اون فوکس رو گذاشتم روی کار و روی یادگیری و اینکه برم جلو. خیلی هم خدا رو شکر راضیم تا الان. خیلی عالی. خب یه سوال دارم، اون روز اولی که شما اومدید کانادا اون پولی که ته جیبتون بود چقدر بود عددش؟ من فکر میکنم که با یه چیز حدود 40,000 تا وارد کشور شد. الان از اون پول چقدر مونده؟ الان از اون پول اگر راستش رو بخواین شاید 3/4 رفته. 3/4 رفته. به دلیل اینکه کار پیدا کردید دیگه تونستید اون پسنداز رو نگه دارید. قطعاً. خیلی عالیه. خب بریم حالا تا اینجا صحبت ها رسیدیم با تو، بریم ببینیم الیا جان شما چجوری کار پیدا کردی، از کجا؟ آره من اون 2 ماهی که خب هم خونه خواهر روزبه بودیم و روزبه سر کار بود، منم دیگه میشستم رزومه‌مو هی تکمیل کردم. حالا دوباره تو پرانتز، من قبل از اینکه بیایم 1 سال آخر با یه شرکت آمریکایی کار میکردم به صورت ریموت تو همین بحث بیم و این چیزا و خب حس میکنم اونم به من خیلی کمک کرد، چون با حالت بیلدینگ کد ساختمونای اینجا با کانادا، یعنی کانادا با آمریکا خیلی شبیه، البته تفاوتایی داره ولی خیلی آشنا شدم با سیستم کاریشون. البته که اونا ایرانی بودن. ایرانی بودن؟ آره یه شرکت ایرانی بود، برای اینکه هزینه هاشون کم شه از ایران نیرو میگرفتن. خواستم سوال بپرسم چون مشکل خیلی اینه که دوست دارن این کار رو بکنن، تجربه به دست بیارن، رزومه بسازن، ولی به خاطر بحث مالی نمیتونن، چون هیچ راهی نیستش که اونا قانونی پول انتقال بدن. پس اونا غیر رسمی به شما بله غیر رسمی بود و ولی خب تجربه خیلی خوبی بود. حتی حقوقش اونقدی نبود، مثلا فکر کنی حالا دلاری پرداخت کنم، ولی خیلی تجربه خوبی بود برای من. یعنی اصلا قصد من از این که این کار گرفتم همین تجربه بود. بعدش توی مصاحبه ها یا همین جایی که استخدام شدی خودت واقعا میدیدی که به اون اشاره کنن که اون بولد باشه براشون که تجربه کار با شرکت مثلا آمریکایی راستشو بگم نه. ولی فکر میکنم برای انتخاب رزومه شاید تاثیر داشت، چون من اینو تغییر دادم توی رزومم، چون رزومه یه حالت سعی و خطا دیگه. شما یه سری رزومه رو مثلا یه هفته میفرستی میبینی هیچ فیدبکی نداری، پس اون ایراد از رزومه است. رزومتون رو باید دوباره مثلا ریوایز کنید، دوباره یه سری چیزا رو ادیت کنید، دوباره بفرستید ببینید چی میشه. کلا من از روز اولی که کارم رو تو ایران شروع کردم هیچ وقت با پارتی و آشنا نرفتم، واسه همین همیشه با رزومه رفتم جلو. خود ایرانم که بودم، یعنی این تجربه رو من داشتم که تو هر شرکت‌های مثلا شرکت‌های بزرگی که کار می‌کردم رزومه‌مو می‌خواستن و انتخاب می‌کردن. یعنی من یه کمی بلد بودم تو رزومه چی بیارم، فقط منتهاش تفاوتش این بود که رزومه‌های ایران خیلی چیز بود، مثلا من 3 صفحه 4 صفحه رزومه میفرستادم، توجه جلب میکرد. اینجا من همه اون 12 سال سابقه کار رو تو یه صفحه جا کردم، یعنی کل رزومه من میشد یه صفحه. تو ایران مدیر بودی یا نه؟ بله مدیر. میگم این آمریکاییه، نه این شرکت آمریکاییه، ولی قبلش توی شرکت‌های معماری میگم مدیر بخش بیای. چون من این تجربه دارم، خیلی اشاره میکردم به این قضیه که اگر مدیر بودیم اینجا میومدیم خودمون یکم کمتر نشون میدادیم. این برای شما هم بود؟ ببینید من اینجا واقعیت علاقه خودم که خب همون مدیر پروژه‌ای بود، خیلی دوست داشتم، چون تجربهش هم تو ایران داشتم، مثلا دستیار مدیر پروژه هم بودم، خیلی تو شخصیت هم خیلی میبینم که بتونم مثلا کارا رو منیج کنم و فلان. ولی واقعیت اینه که من اینجا اولی که شروع کردم با اصلا درافتر بود، یعنی من رزومه‌ای که پر می‌کردم به عنوان چی میگن نقشه کش، یه نقشه کش ساده و اصلا رزومه‌مو هر دفعه تغییر میدادم، کلیت یکی بوده ولی این ریزه کاریاش مثلا به جای اینکه حالا بگم مثلا منیج می‌کردم تیم طراحی رو، میگفتم من مثلا کمک می‌کردم تو نقشه کشی، مثلا نقشه کشی بلدم اینجوری فلان اینا. الان حضور ذهن داری که اون رزومه‌ای که بابت این شغلت دادی توش چقدر مدیریتی بود، چقدر مثلا کارشناسی طور؟ این آخرین رزومه هام بود، یعنی آخرین ادیت های رزومم بود که ترکیب هر دو بود، یعنی یه جوری میانه میرفتم، یعنی نمیگفتم صرفا نقشه کشم، نمیگفتم صرفا مدیرم، از هر تجربه این دوتا رو من ترکیب میکردم یکی می آوردم اون تو. دروغ نبود ولی کل واقعیت هم واقعا نبود. یعنی چیزی که بودی واقعا کمتر نشون میدادی دیگه. آره چون خب بعضی وقتا اوور کوالیفای میشین برای اون چیز، بعضی وقتا
جالبه، من اولین مصاحبه‌ای که گرفتم برای مدیریت پروژه بود از شرکت ایکام، اگه بشناسین، یه شرکت خیلی بزرگه اینجا، ولی من ورک پرمیت نداشتم. یعنی اون موقع اقدام کرده بودم برای اوپن ورک پرمیت ولی نیومده بود. اولین مصاحبه من بود تلفنی و انقدر من استرس داشتم، اصلا انقدر همه چی برام جدید بود که خیلی هم جالبه. اینجا یه اولش، حالا تجربه من اینه، اولش کسی که زنگ میزنه مثلا شرکت‌های بزرگ، یه آدمیه به اسم این که مثلا عنوان شغلیشون اینه که استعدادیابن، اچ آر هم نیستن، تالنت اکوزیشن. آره، یعنی اونا میان، اونا اول انتخاب میکنن، مصاحبه میکنن، اگه اونو پاس چی میری مثلا با اچ آر. حالا این دلیلش میدونی چیه؟ اصلا اونا شرکت‌های جانبی هستن، آره، یعنی آوتسورس، کارشون کلا اینه، آوتسورس شده، اونا پیدا میکنن وقتی شما رو، اصلا مسئله زمانش که هست 100%، و اونا این کار رو رایگان انجام میدن. یه حقوق شما رو تا جایی که من میدونم اگر که شما استخدام شی اونا به عنوان کمیسیون میگیرن. یعنی درآمدشون اصلا از این راهه. نمیدونستم، ولی آره اکثرا اینا بودن که از طرف شرکت حالا زنگ چند تا مصاحبه کردی در مجموع؟ ببینید من 2 ماه رزومه فرستادم، تو این 2 ماه حداقل فکر می‌کنم 20 تا مصاحبه اولیه داشتم که حالا یا تلفنی، اکثرا که یعنی یا ویدیو کال بود یا تلفنی. بعد از این 20 تا چند تاشون مثلا خیلی شرکت‌های کوچیک بود. اون موقع من اصلا به این فکر نمی‌کردم حالا شرکتش کوچیکه بزرگه شغلش چیه، فقط میگفتم هر چی که باشه. جالب اینه به موازات اون من اصلا نمیخواستم کار تخصصی پیدا کنم، من عاشق این بودم که کار جنرال پیدا کنم که با مردم در ارتباط باشم، مثلا زبانم خوب شه، یکم مثلا از این کارا بکنم. ولی هیچ جایی ما رو استخدام نکرد متاسفانه برای کار جنرال. یعنی فکر می‌کنم رزومه کار جنرال من خیلی افتضاح بود، چون هیچ وقت کسی جواب نداد. از این تعدادی که گفتی فرستادی چند تاش کار جنرال بود، چند تاش کار تخصصی؟ این مصاحبه ها کلا رزومه من شاید برای کار تخصصی بالای مثلا 500 تا فرستادم. تو کجا میفرستادی؟ چه سایتی؟ توی ایندید، لینکدین، گلاسدور، هر جا، هر چیزی که هر سایتی هست میفرستادم. آره، حتی میرفتم توی سایت شرکت ها، یعنی میگشتم شرکت های معماری رو پیدا میکردم، توی قسمت هر شرکتی که دارن اینجا سایت داره یه قسمت جاب داره، حالا یه کریر داره، هر چیزی میرین اونجا یه فرم مثلا همکاری داره، من همه اونا هم پر میکردم، یعنی همه جا. گفتی تقریبا 20 تا مصاحبه اول رفتی؟ بله. خب چند تا بعد از اونا قبول شدی رفتی مصاحبه دوم؟ از اونا تقریبا مثلا از 20 تا شاید مثلا 4 تاش رفت مصاحبه دوم. اون دیگه معمولا با اچ آر شرکت بود دیگه. آره. بعد از بین اونا یکیشون که همین که الان مشغولم رفت به فینال. رفتی فینال. همونم برد. ولی همون یه دونه 5 تا مصاحبه داشت، 5 مرحله مصاحبه داشت. 5 مرحله. اون مرحله دوم که به اچ آر میرسیدی اون حضوری بود معمولا یا آنلاین؟ نه آنلاین. البته نه الزاما نه، یه جایی بود مثلا میگم من حالا یه توضیح راجع به همین بیم بدم. بیم کار مدل سازیه، حالا بچهای معماری و سازه و مکانیک و برق همه باهاش کار میکنن، با نرم افزار رویت شما میاین ساختمون و حالا اون نقشه هایی که هست و مدل سازی میکنین با حالا دیتیل بالا، که بعد اصلا هدف چیه؟ هدف اینه که این تداخلات رو پیدا کنین که این تداخلات در زمان اجرا کم بشه، که یعنی هم تو زمان کمک میکنه هم تو هزینه و این چیزا. برای همین یه چیزیه که همه رشته ها رو شامل میشه و شما بیس یه کاریو که بلدین، مثلا بیس این نرم افزار رو بلدین دیگه، بقیه رشته ها رو فقط چون نالج اطلاعات مثلا اون رشته رو میخواد، وگرنه شما کارش رو بلدین انجام بدین. با این دید خلاصه من میگم من برای 3 تا اینجوری که الان یادم اومد، هم برای بیم اقدام میکردم، پوزیشن های مثلا تکنسین بیم بهش میگفتن، هم برای اتوکد درافتر، هم برای رویت درافتر، هم برای مثلا مدیر پروژه. یعنی من این 400 جایی که میگم ارسال میکردم اینا به جز جنرال بود. جنرال که مثلا برای فروشگاه ها اینا هیچی. خب یعنی برای همه اینا رزومت هم بروز میکردی برای اون یا نه؟ همشونو با توجه به اون آگهی من رزومه‌مو تغییر میدادم همشون. یعنی اون خب به هر حال هر شرکتی یه چیزی میخواد، همشون این هم نیست شرح خدماتی که میخوان و من سعی میکردم اولا یه کار هوشمندانه که یه کمی خب این ادیت خیلی زمان میبره، سعی میکردم اون چیزی که مشترکه تو همشونو بیارم، ولی چیزایی که حالا مثلا یکی بیشتر می‌خواست، یکی مثلا بلو بیم می‌خواست که تخصص داشته باشه، یکی بیم 360 می‌خواد تخصص داشته باشه، اونا رو اد می‌کردم، مثلا اضافه می‌کردم، آپدیت می‌کردم، می‌فرستادم. و هم تو کاور لتر،
یعنی یه کاور لتر هم تهیه می‌کردم. هر چیزی که اونجا جای خالی داشت تو اون فرما رو من پر می‌کردم، کامل می‌فرستادم. شما چی از چت جی پی تی کمک گرفتی یا نه؟ اصلا همه رو خودت می‌نوشتی؟ آره. پس همونطوری که روز بگفت خیلی زمان گذاشتی که 4-5 ساعت هر روز برای این همه رزومه و این همه موقعیت شغلی. ولی نقطه مشترکت با همه کسایی که من صحبت کردم و کار تخصصی گرفتن همینه که برای هر شغل باید تو رزومه مختص همونو بدی. حالا تا حالا همه از چت جی پی تی کمک گرفتن ولی شما خودت رفتی. یه خوبی رشته معماری اینه که شما نرم افزار زیادی بلدی. اینجا که اصلا قابل باور نیست. مثلا من اینجا خیلی وقتا اصلا نمیگم که فتوشاپ بلدم، چون اصلا به اینا ربطی نداره که فتوشاپ بلد. شاید یه موقع بد باشه، حتی تاثیر منفی داره. میگن تو چرا باید فتوشاپ بلد باشی مثلا، پس تخصصشو نداری، الکی میگی. ولی به مرور زمان میدین چیش جالبه، اینکه شما قبل از اینکه بخوای وارد یه شرکتی بشی باید همه چی تو چارچوب باشه، مثلا اون چیزایی که اونا میخوان و فقط بگی، چیز اضافه تر نگی. وقتی وارد میشی ریز ریز بگی ببین من اینم بلدم، اگه میخوای میتونم کمک کنم. و خیلی کیف میکنن اینجوری، مثلا میگن چرا نگفتی، مثلا سورپرایز میشن، خیلی هم مثلا حال میکنن. برای همین الزامی نداره هر چی بلدین و مثلا من اینو همیشه به بچه‌ها میگم دایرکت میدم، هر چی دیگه میدونین و بذارین توی مثلا رزومه. یه چیز جالب دیگه هم که من بهش فهمیدم که اینو براشون جالبه، من کار تتو هم میکردم تو ایران برای خودمون، شخصی کار مثلا برای خودم، برای آدمایی که اطرافم بودن. کار مثلا همینجوری کارم نبود تفننی. و من اینو مثلا تو به عنوان هابی مثلا توی گوشه رزومه مینوشتم که آقا مثلا من کارهای دستی میکردم تو ایران، مثلا کیپ و این چیزا درست میکردم، کارهای هنری، تتو آرتیست بودم مثلا اینا. بعد مثلا تو هر مصاحبه‌ای که داشتیم این ازم میپرسیدم، براشون خیلی جالب بود که تو مثلا تتو میزنی. بعد مثلا من هی بهشون نشون میدادم آره ببین چیه، باهاشون اینجوری ارتباطم برقرار میکردم مثلا خارج از چیزای کاری. میگم براشون مهمه زندگی تو به عنوان یه آدم، فقط کار نیست به نظر من. خلاصه که من خیلی روی رزومم کار کردم، خیلی یوتیوب میدیدم کانادین رزومه چجوریه، مثلا چی میخوان، عکس نباید باشه دیگه، اینا چیزای اولیه‌شه. اسمم اینم خیلی مهم، من اسممو تغییر دادم به یه اسمی که هم شبیه اسم خودم باشه هم یکم خارجی باشه. خیلی به نظر من این تاثیر داره که چون من خیلی یارو دیدم مثلا رزومه هاشون خوب بوده ولی هیچ وقت مصاحبه نگرفتن. مثلا چرا؟ چون اسمشون مثلا نمیگم اینجا ریسیستن ولی به نظرم خیلی تاثیر داره. این چیزی که دقت میکنی همه ریلتورها، ایجنت‌ها اینا یه اسم خارجی ده، فامیلشون عوض نمیکنن اینجا چون اسم کوچیک مهمتره خیلی. ولی اسم همه اینجا یه اسم میشن ویلیام. خب فکر می‌کنم خیلی نکته مهمی هم هست، یعنی شما هی خودتو در واقع داری همسو میکنی با جامعه. راحت تر شاید اسمش سخت باشه مثلا بهش برای خونا بگن روزبه، ولی شاید اتفاقا که دوستان میگفت که اسمتو تغییر بده بذار ری، حالا شاید سخت باشه بگن روزبه. خب منطقیه ولی خیلی نکته ظریفیه، خیلی‌ها نمیدونن ولی خیلی کارایی داره واقعا. آره برای اون مرحله اولی که اون رزومتون باید، یعنی شما شانس بیارین. حالا اگر با سیستم رزومه بررسی میشه، اگر من باید میگم انسان بخواد این همه رزومه رو، چون من همه مصاحبه‌هامو بررسی میکردم، مثلا یهو میدیدی عددش یادم نیست مثلا 5000 نفر واسه اون پوزیشن شغلی دیدیم تو ایندید مینویسه که 5000 نفر واسه این اقدام کردن، از این 5000 نفر 100 نفر رفتن مرحله 2. مثلا من اون موقع مرحله 2 بودم. بعد با خودم میگفتم واو بین مثلا 5000 نفر خیلی حس خوبی بود. ولی شما فرض کن بین اون 5000 تا رزومه، خب اینا باید یه چیزی برای خودشون داشته باشن که بخوان اون رزومه رو بردارن. اولا به نظر من باید مختصر مفید باشه که بعد اون واژه‌های کلیدی که مثلا توی شرح خدمات اون شغل نوشته شده، آقا نوشته شده شما باید رویت مثلا مسلط باشی، شما باید اون توی رزومت باشه که من مسلطم به رویت. یعنی فقط همین رویت خالی مثلا نباید باشه. توی مصاحبه ها چقدر به این رسیدی که سوالاشون اصلا انگار همشون دارن از یه لیست میخونن؟ یعنی اصلا یا مثلا آدم سورپرایز نمیشه که انگار یه نفر یه سوال جدیدی پرسید، انگار همشون انگار یه چک لیستی دارن که 40 تا سواله، حالا 20 تاشو داره از تو میپرسه. آره تقریبا تو همشون سوالا یکی بود. باز من برای همین مرحله‌ام تو اینستا خیلی میگشتم، دیدین که پر ویدیوهای آموزشیه که وقتی میرید مثلا مصاحبه چی بگی، مثلا چقدر محکم باشی، چقدر لبخند بزنی ولی نخندی که مثلا خیلی چیز به نظر بیای، مثلا جلف به نظر بیای مثلا فلان. خیلی من اینا رو میدیدم برای مصاحبه.
روزبه میدید من اینقدر شبای قبل مصاحبه استرس داشتم که اصلا 5 صفحه مینوشتم میذاشتم جلوم، همه این مثلا 40 تا سوال من درآورده بودم، جواباش هم نوشته بودم، میذاشتم جلوم همینجوری هی میخوندم از روشون که مثلا آخرم یادم میرفت. یعنی این هم میخوندم، باز اون لحظه یهو مثلا خب انگلیسیه دیگه، تو تسلطت اونقدری نیست، ولی در کل خیلی کمک میکرد که آشنا باشی، سورپرایز نشی که الان قراره چی بپرسن. به من یه چیزی بگم، من فکر میکنم که یکم باید سرسخت بود برای رزومه دادن و کار پیدا کردن، زود آدم تسلیم نشه. این یه تجربه اکتسابیه، یعنی شما اگر هر روز رزومه بدی و مصاحبه بگیری و مصاحبه بری و مصاحبت خراب بشه ناراحت نباش، چون 2 تا چیز از اون یاد گرفتی که تو بعدی قطعا کمکت میکنه. یعنی سرخورده نشین تو این مسیر، واقعا خیلی مسیر سختیه قطعا، مثلا برای کسایی که میان مثلا با این وضعیت کار کانادا یه مقدار کار پیدا کردن سخت شده که امیدوارم بهتر بشه که قطعا میشه، ولی یکم باید مبارزه کرد دیگه. در تکمیل حرفت منم اینو میگم که اتفاقا به نظر من مصاحبه رفتن با مصاحبه رفتن تو قوی میشی، یعنی برو 500 تا اقدام کن، 100 تا رو برو. اینا اصلا اکثرشون اون کسای شرکتایی هستن که دارن میگردن دنبال مثلا کیس خوب که معرفی کنن، اصلا چیزی از دست نمیدی. یعنی اینکه بشینی مثلا زبان بخونی حالا به یه جایی برسم بعد اقدام کنم نیست، همون روز اول که اومدی اقدام کن، چون بالاخره وقتی 500 تا تیر بندازی اصلا شاید وسطش یکیش هم گرفته، یکیش هم میگیره قطعا همینجوری. ولی بایدم من به همه میگم اگر که مثلا 1 ماه گذشته رزومه فرستادی مصاحبه نگرفتی، یه جای کار رزومت ایراد داره، نشین منتظر که حالا خیلی میگم پیام میدم میگم وای ما مثلا 7 ماه من دارم میفرستم نه هیچ استخدام نشدم، میگم اصلا غیر ممکنه، چیزی که من خودم دیدم دیگه. وقتی میبینی که مصاحبه نمیگیری قطعا باید رزومت رو تغییر اصلا پاک کن، از اول بنویس. آره دیگه، میگن اگه تو یه کاری رو جواب نمیگیری ازش، همش هم با همون روشی که اقدام میکردی هی تکرارش کنی، خب بازم جواب نمیگیری. از روش رو عوض کن دیگه، اصلا رزومت رو بریز دور، یه مدل کانادایی یوتیوب بگرد. اینو منم خیلی شنیدم که میگه مثلا من هیچ جایی نتونستم. لینکدین هم خیلی ببخشید لینکدین هم خیلی اینجا مهمه خیلی. یعنی من خودم بعد از مصاحبه دومم میدیدم که میان ویو دیدین که مینویسه کی اومده، میومدن میدیدن میخوندن که حالا تو من از همون تو ایران مثلا با لینکدین فعال بودم، چون همیشه دوست داشتم از مثلا آمریکا کانادا کار بگیرم، برای همیشه آپدیت نگرش می‌داشتم، ولی یه جاهایی به ضرره دیگه، چون مثلا من وقتی برای درافتر می‌خواستم اقدام کنم، خب مثلا پروفایلم درافتر نبود که، یعنی این تناقضه همیشه من خودم نگران این بودم و نمی‌دونستم. خوبی لینکدین اینه که تو هر وقت آپدیتش کنی هیچ کس نمی‌فهمه دیگه، یعنی اینطوری نیستش که اگه الان نزدی بتونی 10 سال قبلو. و جالبه بهت بگم من تو ایران خودم همیشه استخدام کننده بودم، چون شرکت خودم رو داشتم و همیشه اون موقع میرفتم لینکدین همه رو میدیدم که اصلا چی کامنت گذاشته، کجا رفته، پست کیو لایک کرده، چقدر تو هر شرکت مونده، اینا رو اینجا که دیگه خیلی بیشتره. تو ایران هم تازه داره یه خورده جا میفته. خب تو الان چند وقت سر کاری؟ من الان تقریبا میشه 5 ماه. 5 ماه. 3 ماهش هم که آزمایشی بود دیگه. 3 ماه آزمایشی رو پس کردی. قرارداد داری الان؟ یه سال جاب آفر به همون اول میگم این شرکت خیلی شرکت بزرگ و اصلا مثلا من بعدش فهمیدم که چقدر شرکت خوبیه، همون موقع باز داغ بودم نمیدونستم. همه چیشون خیلی رو اصول و از همون اول که مثلا یه جاب آفر دادن خودشون گفتن این 3 ماه آزمایشیش هم تازه فرمالیته است، یعنی اینا دیگه میگم 5 مرحله مصاحبه داشت دیگه، اگه می‌خواستن تازه دیگه چیز کنن مصاحبه عملی هم حتی داشت که آنلاین مثلا به من این پروژه دادن گفتن اینو مثلا شروع کن مدل سازی کن ببینیم مثلا چه جوریه. الان 5 مرحله رو میتونی بگی چیا بود؟ اولش که مرحله اول که زنگ زد این خود اچ آر بود، زنگ زد با هم تلفنی حرف زد و خیلی یعنی 1 ساعت هر مرحلهش طول میکشید، مثلا کلی از من سوالای نکاری، مثلا همینجوری چیکار کی اومدی، مثلا ورک پرمیت داری نداری، مثلا چیکار میکنی، از این چیزا مرحله اولش بود. بعد دفعه دوم با مدیر اون بخشی که من قرار بود برم توش کار کنم بهم زنگ زدن که ویدیو کال بود، که دیگه اونجا یکم رسمی بود، مصاحبه حضوری تقریبا، که دیگه همین سوالا رو نه آنلاین بود ولی میگم یعنی اون حالت حضوری بود. تو همه مراحلش هم گفت میتونی حضوری بیای شرکت، میتونی آنلاین انتخاب کنی. من خودم آنلاین رو انتخاب میکردم چون کم استرسش کمتره. بعد
دیگه مثلا هر دوتاشون هی سوال میپرسیدن، حالا اون سوال فنی بیشتر میپرسید، اون یکی سوالای یکم جامعه شناسی و نمیدونم روانشناسی و این چیزا. بعد دوباره اونم رد شد، یعنی پاس شد. مرحله بعدش تست عملیش بود که همون بخش فنی یه فایلی به من یه 4 تا PDF داد، گفت خودت دیگه با بفهمی چی به چیه دیگه، اینو برای من مدل سازی کن مثلا بفرست دیگه. که من خیلی چیزاش برام جدید بود، ولی دوباره اینقدر سرچ کردم همون موقع، یعنی کار انجام دادم و فرستادم. بعد بین همه این مرحله‌ام تقریبا 2 هفته طول می‌کشید که یعنی من واقعا تو اون 2 هفته ناامید بودم که دیگه مثلا از اینا خبری نیست. بعد دوباره مرحله بعدش دوباره HR زنگ زد که گفت ما با تو مثلا اوکییم و 10 نفر الان تو و 9 نفر دیگه اومدین مثلا تا این مرحله، قراره که مثلا با مدیر اصلی صحبت، نه مدیر عامل، دوباره مدیر یه بخش دیگه، یعنی بخش اصلی مثلا ساختمان دیگه. با اونم دوباره یه آنلاین مصاحبه داشتیم که 5 نفر نشسته بودن توی اتاق کنفرانس دیگه، با من صحبت کردن و اول یعنی اینجا بود که یه سوالی از من پرسیدن که من خیلی چیز کردم، گفتن چجوریه که تو هم ارشد میخوندی تو این تاریخ هم کار میکردی، مثلا چجوری هندل میکردی و فلان. گفتم اول ما تو ایران مثلا خب این قانون رو نداشتیم که اجازه کار نداشته باشی، خب میتونستیم فول تایم هم کار کنیم، فشارش رو من بود در اصل که من خیلی عاشق کارم و خیلی چالش دوست دارم و دیگه عاشق این چیزای چالشی هستم. یعنی شما فقط بهشون بگیم من خیلی پذیرای چالشم، خیلی سخت‌کوشم، بعدم از خود تعریف کنی. اصلا مثل ایران نباید تواضع داشته باشی، چون اینا اصلا هیچ معنی تواضعی رو نمیفهمن. همش باید بگی من خیلی مثلا تلاش میکنم، خیلی پشت کار دارم، اگر یه مشکلی بخورم انقدر مثلا میجنگم تا پیدا کنم جوابشو، این چیزا دیگه. خلاصه یعنی میگم اون مرحله‌ام گذشت و دیگه مرحله آخرم که هیچی دیگه. مرحله آخرش در اصل زنگ زد گفتش که شما قبول شدین. خیلی هم جالب، یه جو خیلی جالبی داشت اون طرفی که به من زنگ زد، مسئول HR، خیلی انگاری می‌خواست این خبر خیلی خوبی بهم بده که اوه شما قبول شدین. خبر خوبی بود دیگه. آره من اون لحظه روز پس فیلم گرفتش، همچین بالا پایین میپریدم. بعد به پیشنهاد حقوق رو اونا خودشون مشاور یا از تو پرسیدن؟ اتفاقا من هر بار که مثلا اپلای میکردم برای کار اکثرا خب نوشته بودن که یه بازه حقوقی مشخصی دارن اصولا. این شرکت هیچی نداشت. من اولش راستیتش که بهم گفتن تو مرحله مثلا دوم بود که HRش از من پرسید حقوق مد نظرت چقدر. اتفاقا همین مدیر فنیمونم بود که من یه حالت چیز گفتم من بیشتر برام تجربه مهمه، مثلا حقوقم خیلی برام مهمه که داشته باشه مثلا چقدر باشه، ولی من بیشتر میخوام تجربه‌ام بالا بره. من مطمئنم که انقدری کار من خوبه که شما هر چقدر حقوق بهم بدی سال دیگه افزایش میدی. مثلا تو این حالت من اینو پیچوندم، هیچ دقیقاً بهش نگفتم چقدر میخوام، که بعد خودش هم گفت اوکی و گذشت. ولی آخرین مرحله که همون 5 نفر نشسته بودن من یه بازه حقوقی گفتن حقوق پیشنهادی چقدر. من دیگه سرچ کرده بودم تو این دید که نرم داستان مینیمم ماکسیممش چقدره، بهشون یه بازه حقوقی گفتم. قبولش کردن؟ چه عددی؟ خب کمتر اونا ماکسیممش رو قبول کردن. یعنی من گفتم مثلا بین این تا اون، اونا ماکسیمم. الان به نسبت لحظه ورودت هنوز همچنان حقوق تمام نداده یا بیشتر شده؟ آره نه همونه دیگه. گفتن اپریل افزایش میده. یه چیز جالب بگم که تو اون تایمی که هلیا مصاحبه میرفت خب خیلی هم سرچ میکرد و خب منم در واقع دورادور هی هم میدیدم هم میشنیدم. یه نکته خیلی جالبی بود، مثل همون اسم که اسمتون رو تغییر بدید، میگفت که اگر توی مصاحبه فقط شنونده نباشید، شما هم سوال بپرسید. این خیلی نکته فکر می‌کنم جالبی و به درد بخوریه. یعنی شما هم اگر از اون طرف سوال بپرسید که آقا اهداف شرکت چیه، تو چه مسیریه. من خودم اتفاقا فکر می‌کنم اونا میگن که خودتو کجا می‌بینید تو این مسیر. فکر می‌کنم نکته جالبی باشه و به درد بخوری باشه تو این داستان. آره حتی خیلی این تجربه رو دارن که میگن اگه مثلا من رفته بودم تو سایتش خونده بودم که این شرکت چی کار میکنه دقیقاً، این براشون خیلی مهمه که بدونن تو واقعاً کار چیه، نه اینکه همینجوری بلند شدی بیای فقط به هر طریقی میخوای شغل رو بگیری. دقیقاً. آره هم یکی اینه که میگن همیشه که چه سوالی داری از ما بپرس، همین که مثلا خودت کجا میبینی. من خیلی روی این 2 سوال چیز میکردم، مثلا خیلی روانشناسی و میرفتم میدیدم چی باید بگی که تاثیر بذاره و مثلا همش میگفتم من همین چیزی که به شما گفتم
گفتم من با همسرم میخوایم مثلا در آینده خیلی مثلا 10 سال آینده شرکت خودمون رو بزنیم، من میخوام حتما مثلا یاد بگیرم از شرکت شما، اینقدر تعریف کردن، مثلا من میخوام مثلا یاد بگیرم چجوری پله‌های ترقی رو مثلا تو شرکت، یعنی نمیگفتم که میخوام از شرکت شما زود برم، نمیگفتم میخوام تا آخر عمر توی شرکت شما بمونم، میگفتم من میخوام خیلی لویالم و خیلی وفادارم و طبق مثلا رزومم اگر میبینین مثلا یه پرانتزم من اینجا باز کنم، من یه مقداری حالا نمیدونم درسته یا نه ولی رزوممو یه مقدار دستکاری کرده بودم، یعنی من شاید توی 12 سال که تو ایران بودم شاید تو 5 تا شرکت کار کرده بودم، ولی من کل اینا رو کردم یه شرکت یا 2 شرکت، یعنی کل اون تجربیاتمو گذاشتم توی 2 شرکت. حالا اولین بار فقط به خاطر اینکه جا بشه توی یه صفحه این کار کردم، ولی بعداً فهمیدم خیلی مهمه که شما لویال باشی به یه شرکتی، که شما چند سال اونجا گذرونده باشی. نمیدونم کار درستیه یا نه که مثلا اینا، البته که اون شرکتایی که من باشون کار کردم همه با هم همکاری میکردن، یعنی من هم ایمیل شرکت رو میدادم، هم شماره مدیر عامل، و هم اصلا توی لینکدین برای من چیز نوشته بودن مدیر عاملام، چی بهش میگم، توصیه نامه، ریکامندیشن گذاشته بودن و خیالم راحت بود، یعنی میگم و بک‌گراند ذهنی این بود فوقش اگر از من پرسیدم من به اونا زنگ می‌زنم میگم یه همچین داستانی هست شما حواستون باشه، اگر اینجوری نباشه خب یه مقدار ریسکیه که حالا یه درصد اگه بخوام بفهمن یه موقع دروغ نباید بگی، ولی من میگم بهتره که یکم اون رزومه رو بهتر کنی از لحاظ میگم اون بار ذهنی که میده به اون طرف. و خب در ادامه همینم به اونا مثلا تو شرکت میگفتم شما چه جوری برخورد میکنین با کارمندتون، من خیلی برام مهمه که توی شرکت بمونم سالها، مثلا آیا شما از این شرکت‌هایی که زود به زود هی نیرو عوض میکنین، مثلا بعد اونا هم کلی از خودشون تعریف میکردن، نه ما خیلی مثلا اصلا برعکس میشد، انگاری من که ازش سوال میکردم انگاری اونا داشتن که منو قانع میکردن که نه ما خیلی شرکت خوبی هستیم و ما هوای کارمندامونو داریم و فلان. ولی آره این سوالا خیلی مهمه جوابش رو چجوری بدیم. خب اگر خودتون نکته درباره استخدام و کاریابی و اون مسیری که داره چیزی به ذهنتون میرسه بگید که بریم یه ذره درباره هزینه‌های زندگی اینا هم صحبت کنیم که دیگه من یه نکته دارم، این که اصلا سخت نگیرن بچه‌ها که میگم زبانشون پرفکت بشه بعد اقدام کنن، رزومهشون پرفکت باشه بعد اقدام کنن، یعنی استارتو بزنن با یه رزومه اصلا غلط، شروعشو انجام بدن، فیدبک ها رو بگیرن ببینن چی به چیه بعد هی بهترش کنن، نه که همون نگه دارن. ولی اینکه استارتو بزنی برای خود من خیلی سخت بود که هی می‌خواستم مثلا رزومم عالی باشه فلان، بعد یه جا گفتم ول کن حالا بفرست ببین چی میشه، که بعد هی همون کمک میکرد که بهتر شه. یکی دو این که مثلا مدرک تحصیلی، مثلا خیلی‌ها به من میگن وای ما معادل سازی نکردیم تو چیکار کردی، این شرکت از من اصلا مدرک تحصیلی نخواست، هیچ شرکتی نمیخواد، هیچ کسی نمیخواد، نگفت ارشد داری بیا به من ثابت کن، مثلا سرتیفیکیت رویت داری بیا به من ثابت کن، کارو دیدن بلدم اوکی بودن، یعنی دیگه هیچ اصلا من به روزبه میگفتم من موندم چجوری اینو از من هیچی نمیخوان آخه. این در راستای همون حرف مدرک گرفتن از ایران بود آره. که اینقدر فقط صرفا اینکه نه من برم یه مدرکی بگیرم که برم نیست، حالا شاید اون دوره‌ای که بگذرونین یه دید کلی بهتون میده ولی مدرک هیچ ارزشی واقعا نداره. به نظر من بهترین کار اینه از ایران شروع کنن، 4 تا مصاحبه یوتیوب دیدن، یه رزومه یه بهینه درست کردن، اومدن از همون روز اول رزومه بفرستن، هم هر چی گیر آوردن بهترین کاره. مثل این مدل که میگم طرفو میخوای شنا یادش بدی اما بگی پرتش کن تو واقعا خودتو باید بگیری پرت کنی تو محیط که بشینی زبان بخونم اینا هیچ وقت به اونجا نمیشه. به نظرم هر چی میگذره بدتر هم میشه. مرسی. از چت جی پی تی هم خیلی استفاده نکنن. آخه اکثرا جواب گرفتن، من خیلی رو دیدم، ولی اصلا من چون میگم با توجه به این پیجی که داریم خیلی بهم مثلا پیام میدن، همه یه رزومه‌ای که من میدم یه فرمت، همه یه رنگ آبی اینور، میدونید چی میگم، یعنی حتی فرمت کلیشو حالا چت جی پی تی که حالا باز خوبه یکم مثلا میرن تو سایت‌های رزومه نویسی تمپلیت دارن اونجا مینویسن همونو میگیرن میفرستن، حتما ادیت کنن، حتی از چت جی پی تی هم کمک میگیرن ادیتش کنن. دقیقاً آخه از اینم متفاوته، یه سری هم میگیرن کپی پیست میکنن دیگه، اون دیگه قطعاً دیگه هر زهری یه پادزهری داره، شما اون چت جی پی تی رو ساخته یه چیزی هم ساخته که متوجه بشه که شما داری کپی میکنی. آره یه سایت یکی معرفی کرد به اسم فکر کنم ریفریز بود
که میگه اون چیزی که چپ جی پی تی میگیرم و اول میدم به اون خودش یه بار یه دستی سر روش دوباره میکشه که ربات تشخیص نده که این از چت جی پی تی اومده. آره باید به قول معروف هر کسی مسیر خودش پیدا کنه دیگه. این مسیری که شما رفتی برای شخص شما جواب داده، برای شما همینطور. هیچ کسی با تکرار این لزوما به نتیجه نمیرسه. خب بریم سراغ قسمت آخر. یه خورده از هزینه ها بگید. الان میگن خیلی اوضاع کانادا خرابه و حسابی گرونیه و حالا شما شاید قبلا رو ندیدید ولی مثلا من در مقایسه با تقریبا 2 سالی که اینجا هستم با سال اول دارم میبینم که تقریبا بعضی از هزینه‌ها 2 برابر شده. ولی شما الان چجوری هزینه‌های زندگیتون؟ میدونیم که $2500 هزینه اجاره دارید میدید. فکر میکنم که خب اینم خیلی بستگی داره به خود آدما هم. یعنی که چجوری خرج کنن، هیچ معیاری نیست. ولی برای ما من فکر میکنم که خورد و خوراکمون و خرج خونه فکر میکنم حدود حداقل 600-700 تا باشه در ماه حداقل. و بماند که خب حالا رنت ماشین هست و پول موبایل و اینترنت و حالا خب ما برق و در واقع آب اینکلود روی کاندومون. ولی من فکر میکنم که برای ما اینجوریه. ما الان هیچ چیزی بوده 1000 تقریبا 100 تا برای ماشین و بیمه میدیم. گفتی رنت، منظورت لیز بود یا رنت؟ لیز، بله لیز، ببخشید اشتباه گفتم. تقریبا 1100 تا برای ماشین میدیم و یه چیزی بوده 350 تا 400 تا برای اینترنت و موبایل ها و اینا میدیم و 2500 هم که برای خونه میدیم. فکر میکنم یه چیزی بوده تقریبا 4500 تا 5000 تا برای ما اینجوریه خرجش. درسته، تقریبا 4600 4700 حالا روندش کنی به بالای هزینه‌ای که بالاخره 2 تا رستوران هم آدم بخواد بره. تقریبا با $5000 هزینه یک زوج توی شهر تورنتو توی اجاره یک کاندو یک خوابه. دقیقاً. بله. البته الان میگم به خاطر اینکه سر کار میریم یکم بهتر راحت‌تر آدم خرج میکنه. ولی مثلا اون تایمی که من سر کار نمیرفتم و مثلا فقط روزبه بود، خب خیلی صرفه جویی میکردیم، خیلی چیزا رو نمیخریدیم. خب مثلا وسایل خونه رو هی ریز ریز میخریدیم، میدونین مثلا یه جا نمیشد بری پول بدی کل وسایل خونه رو بخری. یکم بعد این مدیریت بحران آره خرج و مخارج رو داشته باشی، وگرنه یهو صفر میشه. اینجا انقدر راحت پول خرج میشه که یهو به خودت میای میبینی مثلا یهو پولت رفت. پس میتونیم تقریبا اینطوری هم بگیم اگر حتی جفتتون کار جنرال هم داشتید 2500 تا میگرفتید خرج در میومد، خرج و دخل در میومد، ولی خیلی یر به یر بود، خیلی ریسکی بود، دست باز نشد. اونطوری ماشین جرات نمی‌کردی بری لیست کنی. همینجوری. یعنی شما دیگه سیوینگی نداری، یعنی دخل و خرج دقیقاً با هم برابرن. ولی خب ماها حالا با توجه به اون چیزی که شما گفتین که یه مقدار تورم هم اومده توی کانادا، ایرانی‌ها اینقدر شرایط بدتر رو دیدن که یه مقدار دیگه آب دیده شدن برای این مشکلات و این سختی‌های اینجا. من میدونم که راحت میتونن از پسش بر بیان و خیلی البته خیلی نکته مهمیه که الیا گفت، این که هر 2 نفر کار بکنن. البته که این خودش اصلا میگن که برای مهاجرت این که زن و شوهر باشی و زن و شوهر بدون بچه، این خودش بهترین کیس یعنی برای مهاجرت، چون هر دو میتونن کار بکنن و از پس مخارج که قطعا برمیان و خب هی جلوتر هم که میری شما درآمدت بیشتر میشه، سیوینگت هم درست میشه. ولی خب برای کسایی که بچه دارن شاید یه مقدار سخت‌تر بشه قضیه. ولی باز هم میگم به توقع آدم‌ها خیلی بستگی داره که تو چی جوری بخوای یه قضیه رو پیش ببری، هندل کنی. یه موقع یه نفر دوست داره که در ماه رستوران زیاد بره، خرید زیاد بکنه، مسافرتش هم بره، خب قطعاً با 4-5 هزار تا قضیه حل نمیشه. ولی خب برای کسی که میخواد مهاجرت بکنه، برای 1-2 سال اول حداقل سختیش همون 2 سال اول شاید باشه، میتونه از پسش برمیاد و دخل و خرج به هم میخورن توی کانادا. اگه 2 تا کار کنن، حتی اگه کار جنرال باشم، واقعا میتونن بگذرونن. قطعا. یه نکته هم من بگم که خیلی از ایرانیایی که خب سالهای پیش بودن، همونجوری که شما گفتین، خیلی ناراضیان از شرایط. دیدیم دیگه توی اینستاگرام پر شده از اینکه وای خیلی تورمه با این چیزا. ولی من میگم من خیلی دیدم که کسایی که تازه میخوان شروع کنن میترسن، ولی وقتی ما تازه میرسیم و قیمت اینه و ما قبلشو ندیدیم، برای ماها فرقی نمیکنه. کسایی که نیوکامرن، تازه ویزا شدن، تازه میخوان بیان، که
اون تفاوت قیمت رو ندیدن و براشون فرقی نمیکنه. یعنی استارت کارشون از اینه. برای همین من میگم خیلی هم نترسن. این چیزا رو که میشنون بیشتر کسایی که خب اون قیمت‌های پایین‌تر رو دیدن اینو حس میکنن و بهشون بیشتر شاید فشار بیاد. خب قبلا سیوینگ بیشتری داشتن، الان هی کمتر میشه، مثلا باید بیشتر خرج کنن. اینم گفتم بگم که چون خیلی‌ها هی نگرانن که میگن اونجا گرونیه، اونجا تورمه، ولی باز تورمش به نسبت تورمی که ماها تجربه کردیم فکر میکنم باز دخل و خرج به هم میخوره. اصلا فکر میکنم همون اگر یک نفر هم تنها بیاد با 1500 1600 تا میتونه یک خونه اشتراکی حالا یا اگر دانشجو باشن الان خوابگاه‌های خوبی میدن که مثل سویت با 1000. فکر میکنم من پسر خواهرم 1 سال و نیم 2 سال پیش یه دونه خوابگاه گرفته بود توی دانشگاه یورک بود و یه سویت خیلی خوبه تر تمیز بهش دادن با ماهی 1200 تا. هم اتاقی داشت. هم اتاقی داشت ولی خب اتاقاشون هم باز مثل یک سویت بود دیگه، اتاقا هم جدا بود و خورد خوراکشون هم حتی بگیم مثلا 600 700 تا میتونن با یه 2000 2100 تا 2200 تا سر کنن در واقع و باز هم با همون یک کار و اون یک نفر میتونه از پس مخارج بر بیاد. پول دانشگاه رو باید از ایران بیاره. 100%. البته که میک سنس نمیکنه دیگه با این تورم و این اختلاف قیمت ارز اصلا منطقی نیست. یعنی پول ایران همین که خیلی فشار میاد به آدم از اون و همین که اینجا اون پول هیچ ارزشی نداره و تو هیچ کاری نمیتونی باش بکنی. خیلی عالی. کسایی که تو کمتر از 1 سال احساس رضایت دارن، یعنی خوشحالن که اومدن. قطعا. این دقیقاً می‌خواستم حالا مطمئن شم که اون سطح رضایت دارید میگید همون ساعتی که تو ایران راضی بودید، توی زندگی جا افتاده، تو خونه پدر مادر، درآمد تو جیب خودتون، الان به اون سطح رضایت رسیدید. دقیقاً. این پس شدنیه، ولی برای خیلی‌ها اتفاق نمیفته. ولی چون شما 2 نفر کار تونستید به نظرم پیدا کنید، این خیلی اتفاق افتاد. خیلی ارتباط داره. خیلی به آدم بستگی داره. ببینید مثلا من بیشتر راجع به آقایون میگم چون برای آقایون اینجا خیلی سخت داره، چون همه اکثرا خب بیزنس‌های خودشونو داشتن، مثلا چندین سال تو ایران بر خودشون مدیر و بالاخره یه جذبه یه چیزی، این که بخوان بیاد اینجا از صفر شروع کنن، صفری که من منظورم صفر کاریه، یعنی شما برای یکی دیگه کار کنی، از یکی دیگه حرف شنوی داشته باشی. شمایی که مثلا به همه دستور میدادی حالا با یکی به شما مثلا دستور بده. خب این برای خیلی از آقایون سخته، نمیرن زیر بارش و هرچی بیشتر اینجا مقاومت کنی بیشتر خورد میشی. یعنی به نظر من از لحاظ روحی هی بدتر میشه، هی سرخورده تر میشی. واقعا باید برای مهاجرت ذهنشونو باز کنن. چه خانوما، مثلا خانومی تو خونه خانه‌دار بوده، بر خودش بهترین زندگی رو داشته، خب باید بیاد اینجا واقعا بره سر کار. کارهای جنرال اینجا میگم شاید 8 ساعت سرپا باید هر روز بیستی، نه حتی نتونی بشینی. حتی مثلا این سختی‌ها رو باید توی ذهنت با خودت کنار بیای که من این تحمل میکنم برای آینده حالا بچه‌م، برای آینده بهتر، برای ساختن یه زندگی بهتر. اگر نتونی اینا رو تحمل کنی به نظر من پیشرفتی حاصل نمیشه. یا همین زبان خوندن، مثلا روزبه وقتی سر کار نمیرفت چند هفته خب میرفت زبان میخوند. خیلی از آقایون باز دوباره زیر بار این کار نمیدن که زبان بخونن. حتی تو ایران من خیلی ها رو میبینم که مثلا میگی آقا تو که داری میای بشین زبان تو بخون مثلا این 6 ماه آخر. نه تو محیط یاد میگیرم. اوکی من الان به شخصه توی شرکتی هم که همه انگلیسی زبونن، من خودم تو بخشمون هیچ ایرانی نیست، اصلا تو محیط آدم زبان یاد نمیگیره. حتی بیشتر گیج میشی، حتی بیشتر اون چیزایی که بلد بودی و یهو اصلا مثلا تضاد میبینی تو محیط. خیلی خیلی باید بخونی، هی فیلم ببینی، هی مثلا پادکست‌های انگلیسی، رادیو هی گوش بدی تا اینکه این مغزت عادت کنه. به نظرم زبان خوندن دیگه یه چیز اصلیه که کسی که میخواد مهاجرت کنه باید زبانش رو به یه حد معمولی برسونه. من یه چیزی بگم تکمیل کنم حرفای الیا رو. صفر اون کسی که حالا ما میگیم از صفر ولی واقعا صفر نیست، با کلی تجربه آدم میاد و صفر نیست. یه مثل با ورزش بدنسازی میمونه، وقتی یه مدت کسی که بدنسازی کرده ولش میکنه بدن افت میکنه، ولی وقتی هم شروع میکنه خیلی زود دوباره اون رشد رو توی بدن خودش میبینه. اینجا هم همینجوره، اگر آدم موفقی باشی هر جای دنیا بری آدم موفقی خواهی بود. این بستگی به خود آدم داره. سختی‌هاش همه جای دنیا سختی داره و مشکلات خودشو داره.
بسیار عالی. مرسی بچه‌ها، مرسی از وقتی مرسی. مرسی از گذاشتید. شما، مرسی از وقتی که گذاشتید. سلامت باشید. ممنونم ازتون. خدا. مرسی خدا.